سلام و برنامه امروز پنجشنبه 15 سپتامبر خوش آمدید. امروز در برنامه مقامات انتظامی صدمه نقلیاتی مرگبار با شرکت پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان را تحقیق می‌کنند. گوشه آمریکایی را در دوشنبه از نو باز کردند و تجهیزاتی آوردند که در تاجیکستان وجود نداشت. و ما فکر میکنم که برای رابطه مخصوص در بین کشورهای امریکا و تاجیکستان یعنی معلومات درباره همدیگر بسیار مهم از آن این جای همین برای همین هست. باستانشناسان تاجیک در ناحیه جامی در ولایت ختلان شهرک قدیمی دوران کوشانیان را پیدا کردند. این خانه‌ای که شما می‌بینید در یک حجره قرار دارند که ما این حجره را حفریات کردیم و این حجره طوری که شما می‌بینید دیوارهایش از خیش ساخته شدند و با گچ و آهک سفید کرده شدند. تفصیل خبرها. مقامات انتظامی گفتند در یک صدمه مرگبار نقلیاتی با شرکت پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان 2 نفر کشته شدند. در صدمه که در اینجا در نزدیکی کاخ باربد در دوشنبه به وقوع پیوست، راننده ماشین فراموز سعیدوف پسر دولتعلی سعیدوف معاون نخست وزیر زخم برداشته است. سخنگوی وزارت امور داخلی روز 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت حادثه شب 10 سپتامبر به وقوع پیوست. راننده خچم جراحت داره، در بیمارخانه بستری است. حادثه به قد گرفته شده است، تفتیش دوام داره. هر روز ما چندین صدمه‌های نقلیاتی به خود میگیریم. به غیر اینا همه اینا به خود گرفته میشه، سنجش برده میشه از دولت‌ها. با گفته مفتشان پسر معاون نخست وزیر با ماشین تویوتا در خیابان اسماعیل سامانی با سرعت بلند حرکت کرده است و به ماشین راهسازان مشغول کار برخورده است. در نتیجه هلاله رحیم و مسافر ماشین و رستم ستاروف یک راهساز به هلاکت رسیدند. وزارت امور داخلی گفت تحقیق حادثه و سبب‌های آن ادامه دارد. در رزمایشگاه لاهور تمرین‌های نظامی مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه به پایان رسید. در مشق‌های 2 روزه در 25 کیلومتری شهر دوشنبه سربازان تاجیکستان و واحدهای پایگاه 201 روسیه در کشور شیوه‌های پیدا کردن و محو گروه‌های شرطی مسلح را تمرین کردند. از طرف تاجیکستان در رزمایش گروه زودعمل و واحد مخصوصی وزارت دفاع، نیروهای ویژه وزارت امور داخلی و واحد مخصوص نیروهای مرزبانی شرکت کردند. در عموم در رزمایش مشترک 800 سرباز تاجیکستان و روسیه حضور داشتند و 200 توپخانه و اسلحه و تکنیک نظامی را به کار بردند. در شهر دوشنبه نمایشگاه نخستین ولایت گانسوی چین آغاز یافت که تا 17 سپتامبر ادامه می‌کند. با گفته برگزار کنندگان هدف از برگزاری نمایشگاه محصولات صنعتی تحکیم همکاری‌های اقتصادی دو طرف و عین زمان جلب سرمایه چین به تاجیکستان است. به نمایشگاه 40 کارخانه و شرکت‌های صنعتی، کشاورزی و داروسازی از ولایت گانسو مال و تولیدات آوردند. در دوشنبه یک مرکز فرهنگی و آموزشی آمریکایی را پس از وسیع‌تر کردنش دیگر باره باز کردند. گوشه آمریکایی را روز 15 سپتامبر با حضور دهات دانشجو و جوانان تاجیک و الیزابت میلارد سفیر آمریکا باز کردند. در این مرکز جوانان تاجیک امکان دارند با استفاده از کتاب، وسایل تعلیمی، زبان انگلیسی آموزند و با شرط و شرایط تحصیل در آمریکا آشنا شوند. همکار ما برات یوسفی به این مراسم رفت. در مرکز شهر دوشنبه مراسم تکمیل گوشه آمریکایی برگزار گردید. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان ضمن سخنرانی در مراسم بازگشایی گوشه آمریکایی این اقدام را عامل گسترش روابط و همکاری‌های فرهنگی و زبانی میان تاجیکستان و آمریکا عنوان کرد. من همچنین به دولت تاجیکستان برای مساعدت و همکاری با گوشه آمریکایی در دوشنبه ابراز سپاس می‌کنم. در گوشه آمریکایی دستگاه‌های نسخه‌برداری CD نصب گردید که در پایتخت تاجیکستان این گونه دستگاه 2 عدد است. مجهز بودن گوشه آمریکایی با سیمخانه‌های کامپیوتری و آدیوویزوالی و همچنین اکران‌های معاصر برای آموزش زبان انگلیسی به جوانان تاجیک هفته 5 مراتب دایر می‌شود کمک خواهند کرد.
ҳамчунин ҳафтаи як маротиба кормандони сафорати амрико ба гӯшаи амрикоӣ ташриф меоранд ки ҷиҳати таҷрибаи амалии забономӯзӣ барои ҷавонони тоҷик кӯмак мерасонад. дар тоҷикистон 7 гӯшаи амрикоӣ дар шаҳрҳои Кӯлоб, Қурғонтепа, Хорух, Хуҷанд, Ваҳдат ва 2 то дар шаҳри Душанбе фаъол аст ки ба гуфтаи масъулин ин гӯшаҳо пули миёни мардумони тоҷику амрикоӣ аст. гӯшаи амрикоие ки дар Душанбе такмил шуд, солона беш аз 3000 нафарро фаро мегирад. ин гӯша дар паҳлӯи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон воқеъ аст. дар гузашта он дар толори китобхонаи миллии Тоҷикистон дар маркази шаҳри Душанбе макон дошт. нахустин гӯшаҳои амрикоӣ дар Тоҷикистон дар соли 2008 ифтитоҳ шудаанд. و بعد از بازگشایی مرکز، خورشیدی همدم همکاری ما در دوشنبه با جف رایدناور مسئول مرکزهای فرهنگی امریکا در تاجیکستان صحبت کرد. هدف اصلی از فعالیت گوشه‌های آمریکایی در تاجیکستان چی است؟ تو البته ما بسیار هدف‌های بسیار هستند، لیکن مخصوصاً ما می‌خواهیم که مردم تاجیکستان با فرهنگ، با زبان، با امریکایان شناس شوند. از آن این جای بسیار این جاهای چون که 7 گوشه امریکایی در تاجیکستان جای گیرند، در کلوب، در قرغنتپه، در غرم، در خوجند، در البته در اینجا در دوشنبه و در خوراک. و این جای بسیار مخصوص چون که تاجیکان میتوانند به آنجا روند، زبان تاجیکی را میتوانند آموزند و درباره امریکا میتوانند آموزند. تا این جای بسیار نادر و ما فکر میکنم که برای رابطه مخصوص در بین کشورهای امریکا و تاجیکستان، یعنی معلومات درباره همدیگر بسیار مهم. از آن این جای برای همین هست. جناب جف، چون گفتیم که باید که در این گوشه ها شهروندان ساکنان تاجیکستان با زبان و فرهنگ و مدنیت امریکا شناس شوند. پس معلوم می شود که آموزش زبان انگلیسی در این گوشه ها در محور اساسی قرار می گیرد. اما مشتریان گوشه های امریکایی کیها هستند؟ خوب، تو مشتریان گوشه های امریکا تاجیکان هستند، همه هستند، چون که همه به آنجا میتواند بیایند، به اینجا میتواند بیایند و درباره امریکا آموزند. لیکن مخصوصاً آنها جوانان هستند، چون که این جای بسیار زیبا، بسیار خوب، مناسب برای جوانان، چون که ما میدانیم که آنها همیشه دانشجویان هستند و درباره فرهنگ و زبان دیگر میخواهند آموزند. مصاحبه کامل با جف رایدناور در وبسایت azadi.org. یک نماینده سازمان ملل گفت انتخابات پارلمانی جمهوری بلاروس هیچ فرقی از انتخابات گذشته نداشت با وجود آنکه 2 نامزد مخالفین به پارلمان راه یافتند. میکلاش هرستی، گزارشگر مخصوص امور حقوق بشری سازمان ملل برای بلاروس، روز 15 سپتامبر با نشر بیانیه گفت انتخابات روز 11 سپتامبر هویدا کرد که در جمهوری بلاروس اراده سیاسی برای حمایت حقوق انسان وجود ندارد. در انتخابات احزاب طرفدار رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو پیروز شدند و شعلای گلخواجه در این باره با یوری درکاخروست، خبرنگار بخش بلاروسی رادیو آزادی صحبت کرد. تو جای ما میدونیم الکساندر لوکاشنکو همیشه مخالفان خود را سرکوب میکرد، ولی در این نوبت تو اندازه یک نرمیش نشان داد. میدونید پرزیدنت بلاروس راهی بهتر کردن مناسبات با اروپا را پیش گرفته است. نتیجه این سیاست البته نرمتر شدن مناسبت با مخالفین است. مثلا در بلاروس در دوام حداقل 1 سال اخیر گردی همایی های مخالفان زوراً پراکنده نمیشوند. در نسبت آنها پروتکل ترتیب داده شده، جریمه های هنگفت ستانیده می شود. اما شما صحنه لطوکوب و یا زندانی کردن آنها را نمی بینید. در جریان معرکه پیش از انتخابات نیز چند میتینگ و گردی همایی در مرکز مینسک برگزار شد. آدمان برآمد میکردند، تبلیغ میکردند. این قبیل صحنه ها بودند. اینکه فشار بالای مخالفین و جامعه شهروندی کاهش یافت درست است.
اما این نه برای آن است که صدها هزار به مرکز مینسک برآمده دموکراسی خواهی کردند. این گونه نبود، بلکه این نتیجه سیاست نرمش مناسبات با اروپا است. عین زمان حادثه های ضد و نقیض دیگر هم به وقوع می‌پیوندند. خود پرزیدنت لوکاشنکو هم میگوید من که آخرین دیکتاتور اروپا نیستم دیگر. اگر ما با تاجیکستان مقایسه کنیم، در گذشته نه چندان دور در تاجیکستان هم دو نماینده احزاب مخالف در پارلمان کرسی داشتند و طوری مشاهده شد آنها در قبول قانون و قرار چندان مؤثر نبودند، چندان حل کننده نبودند. آیا به باور شما تا کجا دو نفر مخالف در پارلمان بلاروسیا میتوانند تاثیرگذار باشند؟ میدونید هم ها و هم نه. البته اقلیت نمیتواند به کلی تصمیم پارلمان را عوض کند، چون که در پارلمان تصمیم ها با جانبداری اکثریت گرفته می شود. اما اگر وضعیت تیز و تند شود، کوچه و مردم وارد بازی شوند، چند نفر در پارلمان قانونی که حکومت اعتراف می کند به بسیار چیزها قادر خواهند شد. وقتی اکثریت نمیداند که چی میخواهد، چند نفر میتوانند به آنها تاثیرگذار باشند. مثلا در بلاروس در آغاز سالهای 90 حضور مخالفین در پارلمان همگی 10% بود، اما این اقلیت توانست به استقلالیت بلاروس و ممنوع ساختن حزب کمونیست دست یابد. یعنی در حالتی که اوضاع سیاسی مثل حال آرام نبود، چند نفر مثل کوه شدند که توانستند میانی اشتر را بشکنند. Спасибо огромное вам за беседу. باستانشناسان در جنوب تاجیکستان شهرک قدیمی را پیدا کردند و میگویند این شهر از عهد قدیم و از زمان کوشانیان مانده است. باستانشناسان آثارخانه ملی کاوش‌ها را چند پیش در نزدیکی دهه سیاد ناحیه عبدالرحمن جامی شروع کردند و خبرنگاران رادیو آزادی به دیدن این شهرک قدیمی رفتند. ما در شهر قدیمی دوران کوشانی‌ها قرار داریم که باستانشناسان تاجیک به تازگی این شهر را کشف کردند و حفریات را شروع کردند. این موضع یادگاری در 85 کیلومتری جنوب دوشنبه و 35 کیلومتری شمال شهر قرغان‌تپه در بالای دهه سیاد ناحیه عبدالرحمن جامی جایگیر است. باستانشناسان میگویند کارهای اکتشافی در قسمت دو بینای کاخ یا قلعه شهر قدیمه ادامه دارد و تا حال از اینجا 24 سکه شاهان کوشانی کنیشکا، هرای، ساتر، وگاس، ویما، کاتفیز و مجسمه کوچک مادر خدا، سلاح، انگشتری های برنجی یافت شدند. این خم‌هایی که شما میبینید در یک حجره قرار دارند که ما این حجره را حفریات کردیم و این حجره طوری که شما میبینید دیوارهایش از خیش ساخته شدن و با گچ و آهک سفید کرده شدن و این انبار بود. این خم‌ها نشانه اونان که این خانه خواجگی بود. به قبل آلمان بازیافت‌های این یادگاری به آوان دولتداری کوشانیان که تخمیناً در عصرهای 1 و 2 پیش از میلاد وجود داشته است تعلق دارند. در جریان حفریات ما باستانشناسان یک مجمر پیدا کردند که درباره اعتقادهای همون دوره شهادت می‌دهد. این مجمر یعنی یک آتشگاه دستی است که در اون آتش افروخته در مراسم‌های دینی از آن استفاده می‌بردند. حفریات و کاوش‌های باستانشناسی در این شهر قدیمه با مبلغ خردی از بودجه آثارخانه ملی چیزی برابر با $4000 آمریکایی انجام می‌شود. به این کار 5 باستانشناس و بیش از 10 کارمند اختیاری جلب شدند. مقامات تاجیکستان در 10 ساله اخیر چندین شهر قدیمی را از زیر خاک بیرون آورده این موردها را برای معرفی هویت ملی تاجیکان و فرهنگ و تمدن قدیمی آن استفاده می کنند. شرکت‌های سیاحی می‌گویند که در صورت بازساخت دوباره این شهرها و یا حفظ خرابه‌ها اینها می‌توانند مکان زیارت سیاحان خارجی و منبع درآمد برای تاجیکستان شوند. آخرین خبر، پاکیزه نکردن میدان به اطراف مجمع 25 سالگی استقلال در شهر خوجند تبعیض ساکنان این شهر بزرگ تاجیکستان را خیره کرد. روز 14 سپتامبر هنگام تجلیل جشن استقلال از این رمز بزرگ ملی در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان پرده برداشتند. در مراسم تجلیل 15,000 نفر راهپیمایی کردند و هنرنمایی کردند. بسیار از آنها کاغذپاره و ظرف‌های پلاستیکی زیاد گذاشتند و روز 15 سپتامبر هم این افلاسی‌ها مانده بودند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.